اهمیت برگزاری آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت در شناخت ابرمردان تاجیک و تقویت حافظه تاریخی. مقصدی گذراندن این آزمون این پیش از همه ارزگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک. هر قدر مردم ما از تاریخ و فرهنگ بیشتر آگاه شود، همان قدر خودشناسی ملی وای بالا می رود. نگاه از دریچه تاریخ به تمدن پرغناوت و بزرگ ملت تاجیک در ویژه برنامه دلیل تاریخ. با درود شنونده های عزیز، در موج برنامه دلیل تاریخ. این نوبت نیز ما عزم داریم از باب آثار تاریخی و علمی فرزندان سرسپرده ملت تاجیک حرف زنیم. در مورد شاه اثر در تکیه با گفته‌های دوسنت کافدرای تاریخ خلق تاجیک دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی، قاضی بگدایف و استادان جوان کافدرای مذکور زبیداللهف سعیدجان و قادرزاده خوشبخت با شما در گفتگویم که آن از جمله کتاب‌های مقرری نیست. آن تاریخ 3000 ساله خلق است که راه دور و درازی را طی نموده قریب در هر یک مرحله تاریخی برای جسماً زنده ماندن، برای آثار مدنیش را حفظ نمودن، برای حق و حقوق معنویش را برقرار نمودن پیوسته مبارزه برده است. کتاب تاجیکان قهرمان تاجیکستان علامه باباجان غفوروف از سال نشر زود در دایره های با نفوذترین علم جهانی اعتراف گشته همچون یک اثر برجسته و بنیادی در علم تاریخ شناخته شد. در پیروی به این اثر بزرگ دانشمندان زیاد کوشیدند که کتاب عاید به تاریخ خلق خود بیافرند و در این زمینه اثرهای فراوانی نیز به نشر رسیدند، ولی تاجیکان باباجان غفوروف یگانه و بی‌نظیر باقی ماند. این شاه اثر تاریخ پرحوادث خلق تاجیک را از عهد باستان تا به دوران انقلاب اکتبر در بر میگیرد و سرشار از دلیل و ارقام ردناپذیر، تفسیر و اندیشه و ملاحظات جالب و صحیح است. در سرسخن کتاب مذکور ذکر می‌یابد که فرزندان نابغه ملت استادان صدرالدین عینی و باباجان غفوروف نارسایی حافظه تاریخی را درست پی بردند و در زمان خود به کارنامه‌های ملت‌ساز و فردآفرین اقدام نمودند و امروز وقتی آن رسیده است که ما نیز نسل نو را هرچی بیشتر از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه نماییم. اهمیت علمی کتاب تاجیکان بی‌نهایت بزرگ است و باباجان غفوروف با این اقدام نیک و زحمت پربهایش نه تنها صحیفه‌های تاریخ رنگین ملت تاجیک و همزبانان ما بلکه تاریخ و راه طی کرده خلق‌های دیگری آسیای میانه را تا اندازه به خواننده آشنا نموده است. مهمیت و ضرورت آموزش این اثر گرانبها را برای ملت تاجیک به نظر گرفته سال گذشته طبق سفارش پیشوای ملت با مقصد آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق تاجیک شاه اثر اکادمیک باباجان غفوروف کتاب تاجیکان از حساب فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشر گردیده در جشن 30 سالگی استقلال دولتی از نام رهبر دولت به هر یک عائله مملکت تحفه گردید. کتاب تاجیکان برای هر یک فرد تاجیکستان سرچشمه مهم خودآموزی می باشد و هر یک خواننده می تواند از آن بهره برداری نماید، دلیل و ارقام دلخواه به دست دارد، دانشش را تکمیل بخشد. کتاب تاجیکان برای در روحیه خویشتن شناسی، افتخار ملی و پاس داشتن عنعنه‌های نیک نیاگان، شناخت واقعیت تاریخی و تربیت نمودن نورسان و جوانان اهمیت مهم دارد. در کتاب چهره‌های ماندگار پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که مقاله اولین آن به باباجان غفوروف بخشیده شده است آمده است: در تاریخ تشکل هر یک خلق و ملت بزرگانی هستند که نام آنها در هیچ دور و زمان از خاطره مردم فراموش نمی شود. سرور دولت در این نوشته خویش باباجان غفوروف را با افتخار فرزند فرزانه ملت، خادم نامدار دولتی و سیاسی و قهرمان تاجیکستان می نامند.
این کتاب در برابر شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، تاریخ بخارای ابوبکر نرشخی، سیاستنامه نظام الملک چون شناسنامه خلق تاجیک برای عصرهای آینده خدمت می‌نماید. اثرهای باباجان غفورов رمز و مظهر ناموس و شرف ملی ماست و بعد استاد صدرالدین عینی با برهان فرهنگی و تاریخی ردناپذیر اظهار داشت و اثبات کرد که تاریخ تاجیکان محدود و محصور نبوده، فراگیر سراپای خراسان بزرگ می باشد و حالا هم ما را درس بازیابی و هویت ملی و سرفرازی و استقلال می دهد. شنونده های عزیز، بیایید حالا صحبت ما را با دوسنت کافدرای تاریخ خلق تاجیکی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی گدایف غازیبек و استادان جوان کافدرای نام برده زبیدالله سعیدجان و قادرزاده خوشبخت اطراف آمادگی ها به آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت و از باب اهمیت آموزش کتاب تاجیکان باباجان غفورov در دوران نو با هم میشنویم. بسیار خوش آمدید استادان گرامی به منبر فضل و ادب و سخن به برنامه دلیل تاریخ و به خانه رادیو. میخواستم امروز با شما یک صحبت خاصه آرایم اطراف آمادگی های شما همچون تاریخ شناسان به آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت، همچنین در تکیه با ابراز اندیشه های شما ما و شنونده ها یک لحظه سیر نماییم در درازای و فرازای تاریخ کهن خلق تاجیک. همچنین از باب کتابی پرارزش اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان با هم گفتگو نماییم که امسال بخشیده به 115 سالگی مؤلف آن عالم سرشناس تاجیک آزمون برگزیده تحت عنوان تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار می‌گردد. خب اولتر از همه می‌خواهم قید نمایم که کتاب تاجیکان سراپا کتاب خودشناسی ملی است. یاد و هوش ما را به گذشته دور تاریخ ملت تاجیک و خلقیت‌های دیگر می‌برد. نظر شما را در این باره دانستن می‌خواهم. مرحمت. کی آغاز می‌کند استاد؟ شما یا شاگردان شما؟ مرحمت. در شرایط امروزه جهانشوی و حوادث‌های پرپیچ‌تاب با گذشته دقت دادن و گذشته را خوبتر بیشتر اسناد کردن برای هر یک ما شرطی اساسی است. بله. ما که خلقی از همه قدیمترین همین سرزمین آسیاییانه هستیم، ما تاریخ پرقناوت، ادبیات پرقیمت داریم و باید گفتن در کار که در دوره‌ای که امروز ما حیات به سر برده ایستادیم و به آینده ها و جوانان، مثلا به نسل آینده چی میراث میگذاریم، از حاضر آنها رو به آینده تیار کردن در کار که آنها دانن شناسن که ما مثلا خلق از یگان جا آمدگی نیستیم، خلق یعنی نیستیم. بله، که در همین جای از قدیم الایام ما خلق بومی ان همین منطقه هستیم. دیگر اینکه درباره ضرورت امروز رو به کتابی یعنی استاد باباجان غفورov که به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای اعظم ملت امام علی رحمان، یعنی همچون سیاستمدار، همچون پرزیدنت معرفت پرور رو به همین کتاب آورده است و از همه بسیارتر، از همه تیزتر مثلا با یک صورتی به جهان امروزه، روش جهان امروزه وای کردگی پرزیدنت البته بیهوده نیست. که در سر اون است که علامه باباجان غفورov برای نوشتن کتاب تاجیکان از دوره‌هایی که مثلا در راهبریت جمهوری کاتبی دیوم بودنش، بعد از سال 1946 تا سال 1956 کاتبی یکم کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان بود. به همه این سیرکاری ها نگاه نکرده ایستاده. او یعنی انا همین شاه اثر را نوشت و برای ما میراث مانده است. سال 1947 باباجان غفورov تاریخ مختصری خلق تاجیک را نوشته بود چوب برآورد و این کتاب باباجان غفورov تاریخ مختصر خلق تاجیک در بین عالمان، در بین مثلا نه تنها عالمان تاجیک، عالمان روس و دیگرها بسیار یک با خوشنودی زیاد پیش این قبول کردند و صدرالدین عینی یک تقریض بسیار پر ارزش نوشته است به همین اثر باباجان غفورov و این کتاب به زبان روسی 3 مرتبه نشر شد. سال 1949، سال 1952 و سال 1955. یعنی بعد از گذشتن یک چند سالها باباجان غفورov سال 1972 با زبان روسی نام کتاب تاجیکی از چاپ برآمد. مثلا ما دانشجوی بودیم، برای دریافت کردن چقدر ما وای میکردیم، یعنی یک اشتیاق، یک هوس قطعی همین کتاب به دست بیاریم کنی خونی که ما
در گذشته کی بودیم، چیکار اولادهای گذشته ما کی هستن. انا با همین راحتی وقتی که کتاب در بین مردم پهن شد، از جمله عالمان، آموزگاران، دانشجویان به این کتاب توجه کردن، این را خواندن و مردم طلب کردند که همین کتاب به زبان یعنی تاجیکی برگردانده شود. و سال 1983 کتاب یکمش برآمد. این از جامعه ابتدایی تا تیموریان، تا از بین رفتن تیموریان در بر میگیرد و کتاب دیمش از شیبانیان سر شده تا انقلاب فدرالی سال 1970 را در بر میگیرد. و سهمی که است در برگردانی همین کتاب از زبان تاجیکی بسیار ارزشمند. عالمان مثلا عبدالقادر منیاز رو بودن، احرار مختار رو بودن. من عالمانی که به همین ساحه تاریخ ادبیات بیشتر رابطه قوی‌تر داشتن همه را برگرداندن. ببینید که کتاب تاجیکان غفور از ابتدا، یعنی از جامعه ابتدایی انسانیت سر کرده ایستاده، از همون دوره پلیولیت، میزولیت، نیولیت و غیره آمده ایست، تاریخ ما را یعنی فرا گرفته است. البته در کتاب تاجیکان غفور وقتی که میخوانید ببینید که گذشته های ما، پیشدادیان ما، آریایی ها، مکان آنها در کجا بودن، چی مثلا میراث ماندن. من همین جشن هایی که ما حاضر جشنگیری عید صده هستیم، جشن نوروز در پیش از دیگر مهرگان، تیرگان، اینها همه از همین کتاب تاجیکان غفور البته در اونجا ذکر یافتن که ما همه خیلی خلقی تاریخی کهن داریم. و امروز البته ما باید این کتاب رو گشته و برگشته خوانیم و اقدام پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان این اقدام خیلی سری وقتی است که به همون جشن 115 سالگی باباجان غفور همین کتاب دسترسی مردمی تاجیک کرد. البته بعضی ویهای هست که نه همه به این صرفه هم رفتنشون ممکن. بله، چون که کتاب هم این رو هست و هم بله این پرابلم هست. پرابلم من پیدایش ادنگنیز خلق تاجیک است. مهمیش اون این که به همین کتاب تا به امروز کسی چیزی نگفته است، یعنی به معنای دیگر. اونجا یک تاریخ خلق تاجیک هم نیست، تاریخ خلق‌های آشویمان هم هستن. بله، خلق‌های دیگر هم هست. انا این از همه مهمترینش همین است که آموزش تاریخ خلق تاجیک برای ما تاجیکان مانند باد هوا ضرور است. بله، درست گفته دوستان عزیز. گذاشتن نام تاجیکان به اثر خویش در زمان گذشته خود یک قهرمانی محسوب می‌یابد. از جانب مؤلف کتاب ما افتخار داریم که ملت تاجیک از گذشته‌های دور تا به امروز فرزندان با ننگ و اور و دانشمندی دارد که همیشه با کار و پیکار خویش دولت تاجیکستان را به جهانیان آشنا می‌سازند. در ادامه خوب میشد در مورد با مورخان و محققان داخل و خارج کشور یک نوع راهگشا گردیدن کتاب تاجیکان اندیشه خویش را ابراز می داشتید، چون که واقعا هم کتاب تاجیکان چون مشعل رخشنده برای کارهای علمی و ایجادی تحقیقات‌های عالمان جوان ساحه زمینه مساعدی از گذشته تا به امروز فراهم آورده است. اکنون عالمی که درباره تاریخ و فرهنگ و اقتصادیات و غیره مردمی آشویمان از جمله تاجیکان سر کار میکنن، من در نظر دارم عالمان عنوانجویان دیگرها، به کتاب باباجان غفور به تاجیکان و کار انجام دادن ممکن نیست. خواه ناخواه با کتاب باباجان غفور آنها باید نظر کنن، از اون استفاده کنن. دیگر اینکه امروز البته ضرورت آموزش که به میان آمده است، ما باید به مردم از جمله ما آموزگاران به دانشجویان در هر یک درسمان اقتباس ها از کتاب تاجیکان باباجان غفور میاریم و در اونجا یعنی بعد دانشجویان میفهمونی که انا همه خیل چیزها، همه خیل مسئله ها، همه خیل رخ دادن. و دیگر اینکه البته هر یک پدر مادران بسیار مردم با معلومات هستن. وقتی که پدر میخونه، وقتی مادر ممکن معلمه است میخونه، بعد فرزند خود به همون شیوهی فهمیش همون بچه این چیزها رو فهمانده تواند. مثال درباره تیمور ملیک کی بود، درباره سپیتامین کی بود، درباره کارنامه‌های شیرک کی بود، کروش کبیر کی بود، ساسانی ها کی بودن، هخامنشی ها کی بودن. یک جمله کوتاه اگر فهمانده کرد که کروش کبیر من همه خیلات نبود. درباره مثلا هجوم عرب ها به آسیای مانه فهماند که در برابر پهن کردن اصلا دین اسلام عرب ها باز این جای رو غارت هم کردن. مردمی از اینجا اونهایی که اسلام قبول نکردن این حال دین زردشتی قطعی اعتقاد جرا این حال در هندوستان زندگی کرده استودن که شماره اونها رو 100 تا 200,000 میگیرن. دیگر اینکه در باره مثلا دوره دولت های من بعده، مثلا دولت سامانیان
سبب‌های اساسی از بین رفتن دولت سامان را در کتاب تاجیکان خیلی واضح نشان داده است و این سبب‌های از بین رفتن دولت سامان امروز هم برای ما تاجیکان، برای دولت ما یعنی روزمره هستند. ما چه قدری که می توانیم، چه قدری که باید در اطراف دولتمان، در اطراف مثلا پرزیدنتمان متحد شیم، آبادی کنیم و برای بقای آینده. خیلی که پرزیدنت محترم میگه ما به نسل جوان یک دولتی گلگل شکوفته پیشرفته که دارای مدنیت قدیمه و ادبیات قدیمه هستیم، اینها رو فهموندن در کار میراث مونیم. مثلا رودکی رو ما به فرزند فهموندن در کار. اخیراً نام شاهنامه رو گفتن ممکن کی نوشته از این رو؟ عبدالقاسم فردوسی. یعنی با همین راه‌ها قطعی ما میتونیم که همین کتاب رو در بین مردممون از جمله در بین کلاسالان هم، در بین دانشجو، در بین خانه تشویق و ترغیب کنیم که اخلاً در خاطر آنها این چیزها نقش بندن. بله درست است. سلامت باشید استاد عزیز. شنونده های عزیز یادرس می شویم که امروز در صحبت ما قرار دارند دوسنت کافدرای تاریخ خلق تاجیک دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی گدای غازیبک و استادان جوان همین کافدرای تاریخ خلق تاجیک زبیدالله سعیدجان و قادرزاده خوشبخت، شما هم بسیار میخوام که با صحبت ما همراه شوید، فعال باشید. در ادامه استاد دانستن میخوایم طوری که شما اینجا از مقام و منزلت و ارزشمندی این شاه اثر ابراز داشتید، آثاری که این کتاب در بر دارد مطالعهش برای هر یکی ما ضرور و سری وقتی است. میخواستم از آمادگی دانشجویان کافدرای تاریخ دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی با آزمون تازه تولید کمی ابراز اندیشه می نمودید. آمادگی ها چگونه؟ شاگردان خاصه برای آزمون تیاری دیده ایستادن؟ عموما توجه هست به آموزش تاریخ، فن تاریخ که خیلی آموزش این فن هم در برابر شوق آور بودن مشکل هم هست. من یک چیز اضافه کنم که همین محترم زبیدالله سعیدجان یک محفلی در نزد کافدرای تاریخ خلق وجود دارد، یعنی تاریخ شناسان، و چند سال این کس راهبری همین محفل بود. شما راهبر هستید، از تجربه ها و برخوردها و از محفل هایی که گذرانیدید به چی خلاصه اومدید؟ 7 ایولی سال 2022 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر نمودن آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت برآمد و این آزمون بخشیده به 115 سالگی اکادمیک باباجون غفورов بخشیده شده است. این آزمون از 4 دور عبارت می باشد و دور اول این آزمون از ماه فوریه سال 2023 شروع می شود و دور آخران، دور جنبستی آن در ماه دکبر سال 2023 در کتابخانه ملی جنبست می شود و من در زمان امروزه جهانی شوی رو آوردن به تاریخ از اهمیت خالی نیست و ما مخصوصا توجه سرور دولت رو از روزهای اول صاحب استقلالی به آموختن تاریخ خلق تاجیک بر اعلی احساس می نماییم و مخصوصا در اثرهای خودی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به آموختن تاریخ و رو آوردن تاریخ خلق تاجیک، ملت تاجیک دیده می شود و این آزمون چقدر که در بالا گفتیم از 4 دور عبارت می باشد و برای غالبانی که در این آزمون جایهای یکم، جایهای دیوم، جایهای سیوم و شاه جایزه صاحب می شود. در برابر از خود کردن دانش‌های تاریخی و از تاریخ آگاه شدن، همچنین مکافات‌های پولی هم دیده می شود که برای جای یکم 50,000 سامانی، برای جای دیوم 35,000 سامانی و برای جای سیوم 25,000 سامانی و شاه جایزه 70,000 سامانی را در بر میگیرد. و امروز ها ما خیلی مشاهده کرده ایستادیم که در تمام مؤسسه های عالی و میانه و عموما در جمهوری آمادگی ها خیلی در سطح عالی ادامه دارد و برای تیاری دیدن با این آزمون و اشتراک کردن در این آزمون نه تنها در بین خوانندگان، در بین دانشجویان، همچنین کلانسالان نیز و کارمندان ساحه‌های گوناگون نیز آمادگی دیده ایستادند تا که در این آزمون اشتراک کنند. حتی در اویله بله. من دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی یک از مؤسسه‌های عالی هست که در تمام آزمون‌های سطح جمهوری دانشجویان
این دانشگاه اشتراک میکنند اشتراکی فعال ولی دارند. فعال ندارند. بله و تا حتی جایهای نمایان رو هم در المپیاد خود و در آزمون‌هایی که من امروز گذرانیده شده ایستادند و گذاشتند جایهای نمایان رو اشغال کردند و این افتخاری هر یکی ما استادان دانشگاه به حساب می رود. فاکولتت تاریخ و حقوق دانشگاه آمادگی خود را امروزها در تیار کردن دانشجویان با این آزمون خیلی برعلا و در سطح خیلی عالی دیده می شود و همچنین که ما آموزگاران این ساحه به حساب می ریم، من ساحه تاریخ و ما از این آزمون دور شدن نمی توانیم و دانشجویان ما هم که مثلا در نزد کافدره تاریخ خلق تاجیک آزمون ما داریم با نام تاریخ شناس و در این محفل ما بارها حیات خودی اکادمیک بابا جان غفورов نشر خودی کتاب تاجیکانی او ما بارها محفل ها گذرانیدیم و توجه دانشجویان فاکولتت با تاریخ خیلی خوب دیده می شد و مثلا ما همه روزه نه تنها برای آمادگی دیدن با این آزمون ما علاقه همه روزه در درس همون از این کتاب استفاده میبریم و هر روز علاقه دانشجویان ما کتاب رو ورق میزنم. من بردم هر روز علاقه دانشجویان ما روزی نیست که علاقه این کتاب رو یک بار و دو بار سه بار ورق نزنن، زیرا که این کتاب در آموختن تاریخ خلق تاجیک برای دانشجویان ما اهمیت خیلی کلان دارد و دانشجویان ما خیلی آمادگی خوب دیده ایستادند و تیارند که در این آزمون اشتراک کنند و ما هم استادان باوری داریم که شاگردان ما هم در این آزمون جایهای نمایان را صاحب می شوند و من نه تنها استادان بلکه امروز ما دیده ایستادیم که پدر و مادرها نیز با این آزمون با یک آمادگی های خیلی کلان تیاری دیده ایستادند. فرزندان خود را هر روز در خانه تاکید میکنند که برای این آزمون آماده شوند و شاهاثر اکادمیک بابا جان غفور را مطالعه کنند و ما یک باید در اینجا از این منبر بلندی معرفت باید گفته گذارم که ما برای آماده شدن با این آزمون با یک شاهاثر مثلا تاجیکان اینجا باید قناعت نشویم، باید دیگر کتاب هایی که اثرهای علمانی که اوید به تاریخ خلق تاجیک روی چاپ آمدن آنها رو هم آموختن در کار است، زیرا که در این آزمون از همون دوره قدیم تا امروز سوالنامه هایی که ترتیب داده شده‌اند هر یک اشتراکچیانی که در این آزمون اشتراک میکنند داده می شود و باید هر یک اشتراکچی تمام دوره های تاریخ خلق تاجیک را باید خوب داند، از خود کنه سنه های تاریخی و یادگاری های تاریخی منطقه های تاریخی جمهوری تاجیکستان، دوره های تاریخ که از همون دوره قدیم من تا عصرهای میانه، دوره نو، دوره شوروی و دوره استقلالی، هر یک دوره رو که در این آزمون در بر میگیرد باید آنها رو از خود کند و دیگر اثرها هم آموختن در کار برای این آزمون. و باید یک چیز رو گویم که امروز هر یکی اشتراکچیان آزمون باید آماده باشند در سطح عالی و در این آزمون میتوانند خوانندگان مؤسسه های میانه، دانشجویان همه مؤسسه های عالی میانه و تمام کلان سالان و کارمندان ساحه‌های فرهنگ، صنعت و دیگر سمت و ساحه‌ها با استثنای آموزگاران ساحه تاریخ، همه زینه‌های آموزگاران ساحه تاریخ، عالمان ساحه تاریخ، عنوانجویان ساحه تاریخ در این آزمون اشتراک کرده نمیتونن و دیگر من اما شاگردان بله مثلا آموزگارانی که مثلا ساحه تاریخ هستند خودشون اشتراک کرده که نتوانند و میتونن که یک شاگرد یک داوطلبی رو تیار کنند با این آزمون و میتونن که اگر شاگرد او جای نمایان گیرد علاقه ما باور داریم که برای خود استاد هم من اینجا به یگون مکافات نمیموند و اینم علاقه افتخار است برای هر یک استاد که شاگردش در این آزمون جای نمایان را میگیرد و علاقه همون بردی هر یک استاد، پیشرفت کاری هر یک استاد همون دانش بلند شاگرد می باشد. اگر شاگرد دانش بلند داشته باشد و در آزمون ها جای های نمایان را گیرد این نتیجه زحمت هر یک استاد می باشد. بله تشکر میگیم به زبیدالله افصحی جان، خیلی خوب نظامنامه رو برای ما و شنونده ها و بار دیگر برای داوطلبان آزمون مذکور معنی داد کردید. خوب باز هم در مورد نظامنامه آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت است یگان ایراد شاید
شاید یگون پیشنهادها دارید ندارید. فرق این آزمون از آزمون‌های دیگر در آن است که همه رو از روی یک نامیناسیون یعنی میپرسن با همه، یعنی که یک گونه سوال میدهند و سوال و جواب میشود. این مشکل نیست کنی مثلا برای خواننده مکتب یا مثلا نماینده های کسب و کاری گوناگون؟ باید اینجا خاطررسان کنم که من در مکتب های میونم علاقه آموختن تاریخ خلق تاجیک دیده می شود که در هر یک دوره های آن با خوانندگان مورد آموزش قرار داده می شود و کارمندان ساحه‌های گوناگونی که مثلا در ساحه‌های گوناگون کار و فعالیت میکنند آنها نیز علاقه چی در مکتب میونه چی در مکتب عالی ما امروز علاقه میدونیم که نابسته در کدام سمت‌های ساحه که تحصیل میکنند دانشجویان در برابر فن‌های اختصاصی خود آنها فن‌های غیر اختصاصی هم از خود میکنند. یک از فن‌هایی که آنها از خود میکنند این تاریخ خلق تاجیک است. امروز در همه مکتب‌های عالی جمهوری آموختن تاریخ خلق تاجیک به راه مانده شده است. این از اهمیت خالی نیست و اهمیت خیلی کلان دارد و تا جایی که ما نظامنامه آزمون رو آموختیم و با اون شناس هستیم و این آزمون من باور دارم که علاقه در سطح عالی به نقشه گرفته شده است و سرپرست خود این آزمون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب میرود و گروه کاری که نمایندگانی که همچون داوری این آزمون رو میکنن شخصانی تاریخ شناس هستند. در اینجا تاریخ شناس هم هستند، سابقه داران فعالیت کاری هستند، شخصان خیلی مسئول و با این آزمون جلب کرده شدند و این آزمون توسط همه شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده می شود و هر یک پدر و مادر و هر یک استادی که داوطلب خود شاگرد خود رو تیار می کند و می تواند که این آزمون رو چه توسط شبکه‌های تلویزیونی یا چه در رفت همان آزمون اشتراک کرده سطح صفت دانش خودی همان داوطلب رو بیند تا که قانع شود که شاگردش در کدام سطح با این سوال‌های حکمان جواب می‌دهد. از یک پهلوی دیگر شفافیت بله شفافیت آزمون در برابر دیگر آزمون‌هایی که در جمهوری گذرانده شدند که در اون شفافیت رو ما دیدیم، علاقه در این آزمون هم شفافیت خیلی بالا احساس کرده می‌شود، علاقه دیده می‌شود تو که هر یک باز تکرار میکنم که هر یک پدر و مادر و هر یک استادی که داوطلب رو تیار میکند میتواند که رفت آزمون رو نظارت کند از سطح صفت دانش خودی داوطلبش معلوم کند که و آگاه باشد که در کدام سطح جواب میدهد و ما باید چون که جایی که پول است البته اعتراض میشود. این میگه من خوب جواب دادم، این میگه من یا چیزی باید قید کنیم که دانستن تاریخ برای هر یکی ما ضرور است. نو مثلا با این آزمون ها هم بیرون از این هم باید هر یکی ما در کدام ساحه کار میکنیم چی از خودی همون دهقان آدم عادی تا بالایی ساحه گوناگون هر یکی ما باید تاریخ خود رو دونیم. مثلا وقتی که ما با افتخار میگیم که ما شهروند جمهوری تاجیکستان هستیم باید ما تاریخ گذشته خود رو دونیم. در زمان جهانی شب امروز علاقه ضرورت آمده که هر یکی ما سرآور از پدر و مادر تا فرزندو هر یک ما باید تاریخ خود رو آموزیم تا که آن تاریخ پرغناوت و دوری که فرزندان برومند ملت تاجیک دوره‌های گوناگون تاریخی مبارزه بردن، تلاش‌ها کردن، با ما به میراث ماندن و این میراث رو ما باید به نسل آینده باید ما به میراث گذاریم. این اثر طوری که شما ابراز نمودید بر حق کتابی روی میزی هر یک فرد صاحب معرفت تاجیک می باشد و برای خودآگاهی ملی و رشد تفکر تاریخی مردم ما چون آب و هوا ضرور است. باعث خوشحالی است که با دستور پیشوای معظم ملت کتاب تاجیکان امروز مهمان هر خاندان است. میخواستم کمی استادان عزیز اصول آموزش فن تاریخ رو برای ما و شنونده ها برای داوطلبان آزمون مذکور شرح میدادید چون که حفظ کردن آثار تاریخی دشوارتر است نسبت به آثار بدیعی. تشکر زیاد. چطور استادان در بالا ذکر کردن از موقع و منزلت این شاه اثر قهرمان جمهوری تاجیکستان علامه باباجون غفورов و آموزش آن که سخن درباره آن می‌رود که برای آموزندگان یعنی آموزش گیرندگان علم تاریخ که چگونه و با مشکلات دچار میشوند یک چند مصلحت ارائه گردانیم. البته سرآغاز از تقسیمات همین اثر سخن گوییم که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یک عائله جمهوری تقسیم نمودن این شاه اثر و آگاهی پیدا کردن از تاریخ و تمدن پرغناوت خویش یک امر سری وقتی بود و یقینا معلوم است که تا شخص از گذشته خویش آگاهی پیدا نکند محال است آینده خویش را ساختن و برای همین
این مسئله ها را به نوبت گرفته پیشروی معظم ملت که سفارش دادند که به هر یک عائله جمهوری تاجیکستان تقسیم نمودن آن همین اثر را و در این زمینه آزمونه که امروز در سراسر جمهوری تاجیکستان آمادگی ها در یک سطح بلند صورت گرفته ایستاده است. باز دوباره برای بیشتر روی آوردن مردم و عموما تمام زینه های که مؤسسه های عالی و مکتبی امکانیتی نبست و همین گونه در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان نیز که مکانی آماده نمودن کادرهای رویه آموزگاری است و خصوصا در فاکولته تاریخ و حقوق که برای آماده نمودن کادرها عموما برای آماده نمودن دانشجویان با این آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت در نزد خود کاتدرای تاریخ خلق تاجیک گروه کاری تشکیل نمودند تا با تمام اون دانشجویانی که خواهش اشتراک کردن در این آزمون را دارند توصیه ها و عموما ادبیات ها را پیشنهاد میکنند تا خواهشمندان با مشکلات دچار نشوند و البته در این روند از جانب راهبریت دانشگاه هم بسیار هوسمندگردانی ها در مورد با این آزمون اشتراک کردن صورت گرفته ایستاده است که البته ما اطمینان کامل داریم که در ردیف دیگر مؤسسه های عالی کشور و مکتب های میانه نیز دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان موقع نمایان را صاحب می شوند و مقصد از صاحب شدن به جایهای افتخاری و اینکه نمایان یک مقصد اشتراک کنندگان باشد، مقصد اساسی شهروندان جمهوری تاجیکستان این باشد که نوبسته از آنی که در آزمون جای خواهند گرفت یا نه، مهمش این است که از تاریخ پرغناوت خویش بهره بردارند و در روند آموزش و آماده شوی به همین آزمون جمهوریوی از تاریخ و تمدن خویش آگاهی پیدا میکنند و بنابراین بخشیده با 115 سالگی اکادمی باباجان غفورов بسیار این آزمون سری وقتی است. شما نگون ایلوان ندارید استاد یا که سعید جان زبردولوی؟ مثلا اینجا سوال پیدا می شود که خواننده مکتب تحصیلات میانه عمومی بعضی جزئیات ها بعضی مثلا مفهوم ها هست که فهمیدنش دشوارتر است. حتی در بین دانشجویان مکتب عالی هم بعضا هم خیلی سوال ها میتن که معلم مثلا یک بار ما خوندیم لیکن بسیار دشوارتر در نظر ما شد. در که معلمان فن تاریخ پیش از معلمان فن تاریخ در همون وقتی هنگام گذشتن درس از کتاب باباجان غفور مثلا نه همه اون صحیفه‌ای که در اونجا بایشرگی است از اونجا یک پارچه رو یک جمله رو یک مثلا سال رو گرفته به خواننده فهموندن در کار که همین واقعه مثلا یا همین حادثه یا همین سال با کتاب علامه باباجان غفورov نظر کنید برای آسان ترشن حتی صحیفه شما بر میکند که در فلان صحیفه شما نگاه کنید هست با همین راه خطی امکان است میتوانید که ما یعنی بچه ها رو دانشجوی رو به همین یعنی آموزش تاریخ خلق با کتاب باباجان غفورov آماده کنیم و با قول استاد یعنی کتاب استاد باباجان غفورov باز در نوبت خود مثلا با قول یک رگ خونگردی کتاب های دیگری هست اینجا اگر نفهمن مرکب تر باشد میتوانن از کتاب های دیگری کتاب های درسی هستن بسیار هستن لیکن هدف اساسی ما این است که از کتاب باباجان غفورov مثلا استفاده بریم مثال های بسیار از درجه نه همه موضوع نفهمه موضوع بسیار آسان یعنی موجود هستن این تاریخ ما است البته هیچ نباشم دوره های ما را مثلا دوره های تاریخ خلق تاجیک از خود میکنم یعنی مثال های بسیار آوردن ممکن که خواننده با یاری آموزگاران اگر ضرورت پیدا شود نباشد حتی خودی پدر و مادرم طوری که شما گفتیم برای ساده فهمونی مثلا کروش کبیر چهره کشایی کنن این چگونه قهرمان بود در برای و یعنی چی بود و چیکار کرده چرا نامش در تاریخ مانده است مثلا درباره دولت‌های پیش از سامانیان طاهری ها صفاری ها مثلا درباره همون یعقوب ابن لیث بعضی همون نمونه های کارنامه همون تلواسایی که برای اومد از عرب ها آزاد شدن کرده بود
این چیزا فهمودن ممکن در یکی برای از چهره‌های تاریخ سرنوشت طاهرها چیکار کردن، چی زمینه برای در آینده به این دولت که همه طرفه انکشاف در مدت خیلی کوتاه چیکار کردن؟ اونها یک سیستم مثلا مکملی آبیاری کردن رو اونها کار کرده برآمدن که بعد از طاهرها 200 سال دیگر دولت‌های پس آینده رو استفاده کردن. ما مثال‌های عالی البته فهماندن در کار یا شوق و هوس خواننده دانشجو بیدار کردن در کار. انا این است ضرورت آموزش تاریخ تاجیکان بابونی غفور که این کتابی هست موافق بعضی شنیدگی ها بعضی معلومات های موجوده در آینده 12 جلد تاریخ خلق تاجیک به زبان تاجیکی برآورده میشد، لیکن از همون کانسپت نشان دادی مثلا تاجیکان باباجان غفور این بیرون کرده نمیشد. حتما در اونجا این چیزها با اینابت گرفته میشن و برای خواننده تاجیک باز متریال های فراوانی زیادتری پیدا میشد که ما میخوانیم آیندهمون باز روشنتر خوبتر تاریخمون رو درک میکنیم. البته هستن کتاب های یاری رسان هم هستن که اونها رو خوندن ضرر نداره، دانش ما رو با وسیعتر چکرتر و میکنن، لیکن کتاب باباجان غفور ارزشی بی نهایت بلند دارد. بله تشکر. در انجامیابی صحبت استاد عزیز پیوندی شما رو به ساحه تاریخ به کسب پرشرف آموزگاری دانستن می‌خواهیم. همزمان کامیابی‌های تازه‌تان رو در این سمت تهنیت می‌گوییم، طوری که ما آگاهی یافتیم از صحبت‌های قبلی با شما، یعنی آمادگی جدی دارید برای حمایت رساله نامزدی و چه خوش می‌بود موفقیت‌های خویش رو با ما و شنونده‌ها یک کمی قسمت می‌کردید. مرحمت. سبب‌های بسیاری بود، من امکان پیدا نکردم که با کار علمی مشغول شم. دلبستگی بود و از سرکاری نشد. من خودم حس میکنم که در همین خونی من همون رگ ژورنالیستی هست، برای این چیزا من خودم خوب درک میکنم. لیکن بعد من از سال 2016 سرکرده شده برای رساله نامزدیم رو نوشتم. رساله نامزدی من همون وضعی امارت بخارا در آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 در یادداشت‌های استاد عینی بود. در این موضوع از بس که این ادبیات بدیهی که هست این رو البته با تاریخ وای کردن در کار، من خیلی کتاب‌های استاد عینی رو هم به زبان روسی هم به زبان تاجیکی خواندم و باز بسیار دیگر کتاب‌های مثلا غلامان استاد عینی رو خواندم، داخونده استاد من همه اثرهایی که استاد عینی وای کرد من لازم بود که این چیزها رو بخونم و از اونجا یک این کتاب‌های استاد عینی یک بحر بی‌کنار هستند، یک اقیانوسی هستند که هرچند حقیقت حال انا همون دوره که من تدخل می‌برم از عینی دیده کسی خوبتر کسی بهتر نکرده است و نمی‌تواند. و خود استاد عینی هم میگه که من همون چیزهای رو نوشتم که در یگان کتاب تاریخی نیستن، یک با چشمش دیده است. استاد عینی یک خصلتی داشت که همین گپ رو مثلا می درباره ما در کارخانه شیخ ریختگری که آتش میتن با همون کارگرانی که در همون کارخانه کار میکردن با همون رفته اون میدونست که برای چی مثلا کارخانه شده، یکی رفته صحبت کرد و بعد از اون حقیقت حالی انا همین سوختاری مثلا همین به همین کار دست زده را شنید و در کتابش تصویر کرد. مثل استاد باباجان غفور. بله استاد باباجان غفور دوام دهنده ای انا همین کاری زبردست، این کاری وسیع استاد سردینی این است. نمونه ادبیات استاد سردینی اینی را گیرید که این ملت تاجیک که اونها این کار میکردن، لیکن وای با همین نمونه ادبیات تاجیک انا اثبات کرد که من ببینید اگر اینها همین چیزی که شاعرای همون دوای نوشتن در افغانستان هم میخونه میفهمن، در ایران هم میخونه میفهمن، فارسی زبان هم میخونه میفهمن، پس چقدر این ملت این کار کردن ممکن است. سلامت باشید. برای شما یک جهان سپاس برای ابراز اندیشه های جالب، برای اشتراک فعالتان و می‌داریم که با وجود سرکاری وقت یافتید آمدید و در برنامه ما اشتراک نمودید و در سمت تربیت کادرهای جوان و کارهای ایجادی به شما موفقیت‌های باروری رو خواهانیم. بار دیگر خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما صحبت ما را با دوسنت کافدرای تاریخ خلق تاجیک دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی قاضی بیگ گدویف و استادان جوان کافدرای نام برده زبیداللهیف سعیدجان و قادرزاده خوشبخت در برنامه دلیل تاریخ اطراف آمادگی ها با آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت و اسباب اهمیت آموزش کتاب تاجیکان باباجان غفورов در دوران نو شنیدید.
واقعا این اثر ما را دعوت می نماید که از گذشته خود سبق بگیریم، بیاموزیم، خود را و گذشتگان خود را نیک بشناسیم، از عالم و آدم با خبر باشیم. طوری میگویند آموختن تاریخ تنها به خاطر دانستن مجموع حادثه و واقعه های گذشته نیست، بلکه برای آن ضرور است که در این زمینه بهر تامین امروز و فرداهای شکوفای خلق و ملت و دولت خویش حصه گذار باشیم. علامه باباجان غفورов оид ба соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа асарҳо офариданд ки теъдодашон беш аз 400 аст, вале китоби тоҷикон дар меҳвари осори ин шахсияти барҷаставу сарсупурдаи миллат қарор дорад. мо ба он боварем ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат боз ҳам дар роҳи шинохти ҳуввияти миллӣ, худшиносию худогоҳии миллӣ заминаи мусоиде фароҳам хоҳад овард. омӯзиши китоби тоҷикон ва дигар осори таърихӣ парда аз рӯи бисёр воқеияти таърихии марбут ба халқи тоҷик ва халқҳои ҳамсояву ҳамтақдири тоҷикон бардошта ҷаҳонiyonро бо таърихи асилу воқеии миллати сарбаланди мо боз ҳам ошно хоҳад кард. дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. бо ҳамин таманноҳои накӯ то дуруди навбатӣ саодати зиндагӣ насибатон. дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд коргардон Дилшод Мирзоев ва Лутфия Қурбонова. کشور زیبای قدیمی، یک شهری پر از عشق و پر از مهر و صمیمی. در روی زمین کشور زیبای قدیمی، یک شهری پر از عشق و پر از مهر و صمیمی. دنیای من این است، تمنای من این است، یک شهری پر از عشق، هوس‌های من این است. دنیای من این است، تمنای من این است، یک شهری پر از عشق، هوس‌های من این است. دنیای من این است، تمنای من این است، یک شهر پر از عشق، هوس‌های من این است، یک شهر